كما أدان مجلس حقوق الإنسان في جنيف بالقرار رقم 38 Madam Chairperson, right of reply for the nonsense speech لسنة of Bahrain. 2026. Now I call on Iran. You have 2 minutes. فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم. اما در مورد بحرین سخنان بی‌ادبانه نماینده بحرین به گونه‌ای بود که گویی عامل امریکا، ایجنت امریکا و اسرائیل سخن میگوید. برای چه هدفی پایگاه پنجم دریایی امریکای تروریست را در بحرین مستقر کردید؟ شهر کوچک بحرین 3 میلیون متر مربع از این زمین رو علاوه بر امکانات فرودگاهی، هتل‌ها و غیره در اختیار امریکا قرار داده است. از این پایگاه به عنوان پایگاه پنجم دریایی امریکا علیه اهداف کشور ما علاوه بر نظامی، اهداف غیر نظامی، صنعتی، اقتصادی و رفاهی مردم ما بمباران میشد. 40 سال هست که حقوق تروریست‌های امریکایی را در کشورتان، حتی حقوق آشپزهایشان و خرید تجهیزات نظامی آنها را میپردازید. امروز معلوم شد که این پایگاه‌ها صرفاً بر علیه امنیت و منافع ایران تأسیس شدند. اگر تا به حال اقدامی نکردیم برای آن بود که منتظر استفاده از این پایگاه‌ها بودیم. اکنون که تسهیل کردید، در واقع در جنگ تجاوزکارانه آنها شریک هستید.